سلام برای بچه رپ تایم، امیدوارم حال دلتون هر کجا که هستید خوب باشه. آقا امروز اومدم با مقایسه دریل رپ فارسی با دریل مارکت انگلیسی که اصلا که این سبک آورده چه رقابت‌های سختی واقعا داریم. دریل آوردم از امیر تتلو بگیر تا سفیسکید و قراره مقایسهش کنیم با رپرهای خارجی که داخل مارکت خارج دارن سبک دریل کار میکنن. یادتون نره چنل یوتیوب رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و با من بیاید بریم ادامه ویدیو رو نگاه کنیم. خب بچه‌ها، اول از همه قراره مقایسه کنیم با رپرهای یعنی کسایی که تو مارکت انگلیسی دارن کار میکنن که خب یکم پیچیده است داستان، چون یکی دو تا آهنگ از تتر و پیشرام آوردم که دریل خوندن. حالا بریم ببینیم دیگه. خب این اولین رپرمونه که داخل سبک دریل داره کار میکنه. پزشکی اول میده ترپس یاش کردم الان داره نفس. مقایسه از اول ببینیم مقایسه با هیپولوژی. بیشتر پزشکی اول میده ترپس یاش کردم الان داره نفس. و اصلا یه چجوریتون بگم، این دریلو تنها کسی که وارد ایران که مثلا اول از همه این سبکو خوند و کارش گرفت سفیسکید بود. مثلا الان تتل نمیتونیم بگیم آر ام بی رو ساخته، ولی مثلا سبک آر ام بی اون خون قشنگ بود و بعد بقیه آرتیستو شروع کردن کار. بیشتر پزشکی اول میده ترپس یاش کردم الان داره نفس. مافیا منو دوست ندارن چون بهش کنده نمیدم تکس. بیشتر پزشکی اول میده. خب یعنی رپر دومه بعد از هیپولوژیست. این رپره که از هیپولوژیست بهتر بود اولیه. این کونیا خلاف نکردن تا حالا کرتون. این رپره رو مثلا نمیشناسم که داخل یه رپر داخل فکر کنم تگزاس داره فعالیت میکنه، ایرانی هم هست اتفاقا، ولی مثلا پولینا خیلی زیاد داره، استعدادش اونقدر نداره که بخواد بین رپرها مثلا اصلا هیچ رسانه‌ای پوششش نمیده معمولا و حالا تو این مقایسه آورده شده دیگه. ولی موزیک ویدیو خفنی درست میکنه ولی صداش اونقدر قوی نیست، یعنی تکستاش کلا از استایلش خوشم نمیاد. یعنی تنها رپری راست چالی که خوشم نمیاد اصلا گوشم نکردم، همین تو مقایسه ها فقط دیدم. نکردن تا حالا کرتونن بخونه گنگ پس حتی سهرابم باشه مثل رستم بالا سر تنبم بگو یه دونه آهنگاش من گوش دادم، اون اوایل بود دیس به سهراب ام جی بود، پشمام ریخته بود. یعنی این کونیا خلاف نکردن تا حالا کرتونن بخونه گنگ پس حتی سهرابم باشه مثل رستم بالا سر تنبم بگو حاجی اینا خیلی پول دارن، خیلی میکس مستراشون قویه. یعنی ما الان خیلی رپر داریم چه میدونم نسلای حالا کمتر نسلای پایینتر، خیلی رپر داریم که مثلا برای اینکه پول ندارن نیومدن بالا، ولی از بعضی از بچه‌ها نسل 4 بالاتر و بهترن. و ما اصلا ایرانی یه جوریم چشم دیدن همدیگه رو نداریم بیشتر. من خودم مثلا خوب سلیقه‌م این رپرین، شاید کارش خوب باشه مثلا معلوم داره میشناسم اون رپر منو نمیشناسه خب، ولی من اونو میشناسم، یعنی اون که اون طرف معروفه. خب سلیقه شخصی دوست ندارم دیگه. مثلا ویدیو دیروز بهتون گفتم که مثلا شاهین نجفی واقعا خوشم نمیاد چون موزیکاشو گوش نمیدم، سلیقه شخصی من نیست که گوش بدم. ولی خب بریم واسه رپر بعدی. این رپر خارجی خیلی باهاشون دارم حال میکنم، واقعا باحالن. Let's make him get back. All that chit chat, riff rap, my niggas they in the boy. Contract sign شد تنسین باز را جیل فارس نمیدیم بی کردیت کارت چارت هم صد. او تونی، آقا تونی یک صدر جدول دریل دیگه. تونی حرفی ندارم در موردش، واقعا یکه خودش هم میدونه. اینکه تونی این سبکو کلا وارد رپ فارسی کرد که اصلا نمیتونیم با الان تونیو دارم با کی مقایسه میکنم؟ بله با یه آرتیست قدر، یعنی تونیو با یه آرتیست قدر انگلیسی. یکی از بزرگترین کسایی که دریل انگلیسی میخونه ایشونه، یعنی معروف ترینشون اون کسی که الان داریم میبینیم بعد از تونی. نسیم باز را جیل فارس نمیدیم بی کردیت کارت چارت هم صدرش بچه تهران دنبال آمارمی بگیر سلام پاپ اسمم بد. دقیقا همین گنده ترینشونه. سی کوچیک بود برای پوریا برای همه پیشرفته. یه دیگه ببینیم دوباره. سی کوچیک بود برای پوریا برای همه پیشرفته، برای من درجا میزدم پروژه بریزون پشماتو با یه لنوو جی 550. 100% بچه‌های مارکت فارسی خیلی قدرتر از اونان، واقعا دارم میگم. مثلا پوری و اون رپر انگلیسی پوری 10 هیچ جلوتر بود.
top shotters. Hoodie up. بگو کجا مثل منو دیدی رفتی میخورم توی کلینیک میرم به کارپت با چارسی هم بدشانسی آوردن سر قضیه کنسرتش داخل ایران. کنسرت گذاشت، پلیسا ریختن کلا اونجا رو جمع کردن. یکم چیز عقلانی نبود آخه تو ایران کنسرت رپی بخوای بذاری خب معمولا نمیشه دیگه. بعد اینا اومدن کنسرت رپی انداختن وسط ایران. بعد حالا جالب بود مثلا پرچم جمهوری اسلامی هم زده بودن اونجا، بازم دیگه نشد دیگه. سر صحنه بازم پلیسا ریختن دیگه متاسفانه. میبینی سیسو با پالتو میری Bitch, I'm on high too. I pull up to your window like drive through. Come and shower with bullets, no bridle. Put a tag in your head, I could. دور چرا هی کوری گنگ آنلاین ستو استوری. گندم یه جوی اصلا راه افتاد تو رپ فارسی. اینکه گندم برگشت گفت که تو کنسرت دیشبش برگشت گفت اگه اینا خایه داشته باشن بیان توی لندن بار جابجا بکنن من همینجا کونلاخ میچرخم. و این چیزو گفت دیگه همه گرفتن روش. برگشت سر کنسرتش گفت که آقا من داخل آشپزخونم برداشتم اسلحه نمیدونم زیر کردم، اسلحه دارم، کوکائین دارم، یه همچین چیزایی سر صحنه گفت. کل رپرهای مارکت ریختن سرش دیگه. ببین حالا مثلا کچی و پوتک پشتش در اومدن ولی کوروش وانتونز، ایسین، خیلی از رپرها دیگه یه تنه گرفتن روش. میگفتن چه میدونم زن باید قرمه سبزی درست کنه، اسلحه چرا داخل آشپزخونه داری چال میکنی؟ چرا هی کوری گنگ آنلاین ستو استوری بیا نزدیک اگه دلخوری فقط. ولی راست میگن دیگه. خب مثلا واقعا زشت این حرکت دیگه. اومدن دارن طرفو مسخره میکنن. خب طرف تازه کار بوده رفته سر استیج سوتی داده دیگه، نباید بزنید تو سر طرف که طرف دیگه نره واسه دومین بار سر استیج. البته یه چیزی که از گندم میگذره خوشم نیومد این بود که برگشت گفت بعد از 20 سال ما اولین کنسرت رپی، یعنی یه دختر اولین کنسرت رپی گذاشته بعد از 20 سال. 15 سال پیش کنسرت سوگند و زخمی داخل لندن بود. پس نمیتونیم بگیم آقا گندم اولین نفری بوده که اولین دختری بوده که تو داخل رپ فارسی کنسرت گذاشته. ولی خب آشناییش این ادعا رو کردن ولی اصلا صحت نداره. من خودم رفتم دیدم با زخمی با سوگند خیلی کنسرت گذاشتن، اولین نفر نیست واقعا. قویه فقط این حاشیه یکم کاراکتر طرفو خراب میکنه متاسفانه. حاشیه خیلی زیاد. دلخوری فقط کافیه به ما بستوری. و تو این درگیریشون خیلی باحال بود. کچی با کوروش داشتن دعوا میکردن و تتلو رو اونور آوردن. گفت تتلو اینجوری یعنی هر کس میخواد این وی بگیره یه چیزی به تتلو میندازه دیگه. ولی خب تتلو بنده خدا هیچ جوابی هم نداد ولی خب انداختم بهش دیگه. تیکه انداخت کچی 20 برگشت گفت که من ننه طرفو چیز کردم ولی تو می‌خواستی بری باهاش فیت بدی و گفت نه من سر تو اومدم فیتو کلا کنسل کردم. و من اینا رو پوشش میدم ولی به نظر من آقا اگه دارید بلدید موزیک بسازید حرفه‌ای چرا داخل استوری دارید به هم تیکه میندازید؟ آقا پاشید برید پشت میکروفون ببینید موزیکی کدومتون واقعا قوی تره. باز بیف هم بیفای قدیم مثلا هابیل قابیل رضا پیشرو استوری بازی نمی‌کردن که می‌خواستن بیف کنن پام شدن میرفتن پشت میکروفون. نداره فایده بیت بود تو فقط ریپورت دیدی چون اسلاپات اصلا کیرم تو اینستاگرام بیا اینجا که میره تو 20 تا کارت. You would think we passing out liquor. No, it ain't that. That's how we react. 'Cause they took one of our members. They know what. خارب بدقام زلی سمی همیشه همرام. اینو من نمیشناسم. رپر شناخته این نیست ولی داخل موزیک ویدیو سفیستیکیت خوند دیگه تیکه. من اول فکر کردم طرف خارجی نه ایرانی بود. همیشه همرام چینگ میکنم هکی هسته سر رام چیتی. Where I go, I'm on bed. I'll probably say that I'm from Kingston. R.I.P. Screw we chopped and کمرم پره تو همینجوری کس میگی فقط از خودت فکر می‌کنی نمی‌جامه چون دهنم پره. آقا پیش رو بیاد دیگه رپرای نسل 4 نمیتونن دیریز بخونن. کمرم پره تو همینجوری کس میگی فقط از خودت فکر می‌کنی نمی‌جامه چون دهنم پره. این تکست رضا پیشرو این تیکه رضا پیشرو واقعا خدا بود داخله آهنگ حل. اگه پیشرو یعنی اگه توی این کارا رو نمی‌کرد این لشبازی رو در می‌آورد انا اتحاد بود دیگه باز موزیکای باحال می‌بستن. ولی خب واقعا متاسفانه یه حرکتای بدی تویی برداشت کرد مثل اینکه مثلا کامنت فیک خرید دیگه. الان دوباره طرفدار تویی بعدشون نیاد یه بار یه حرفی میزنم طرفدار تتل بهشون برمیخوره یه بار تویی. ولی خب حرکتای واقعا بدیه. من خودم مثلا رفتم فالوورای تویی داشتم دیدم 90%شون خدا وکیلی فیک بودن. اصلا خیلی فیک داشت. شما الان بزنید روی فالوورای اینستاگرام یه نفر هر شخصی که دوست دارید خب بزنید رو فالوورای شخصی این فالوورایی که اول بهتون نشون میده یعنی کسایی که دنبالش کردن اینا رو که بهتون نشون میده کسایی که تازه طرفو دنبال کردن. و من رفتم دیدم اونایی که کلا تویو تازه دنبال کرده بودن هیچ کدومشون پروف نداشتن فقط 1000 تا مثلا
یعنی یه پیج بود پروف نداشت 1000 نفر دنبال کرده بود. خب 100% دیگه فیک دیگه، معلومه، نمیتونیم بگیم آره این حساب واقعی 1000 نفر دنبال کرده. همین دیگه، واقعا امیدوارم این قضیه فیک برداشته شه. یوتیوب تویی که مطمئنم فیک نمیزنه، چون مثلا یه موزیک ویدیو ساخته بود با اندی، اون مگه فیک زده بود اونو، اصلا خودش 7 میلیون خورده بود. الان موزیک خالد با توی 6.5 میلیون حدودا خورده که یکم مونده تا رکورد زنی توی داخل چنل خودش. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. نظری، انتقادی، چیزی داشتید حتما واسم بنویسید و یادتون نره که چنل یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. دوستتون دارم، با امید دیدار.